تمام آیه قرآن همین است، به قرآن حرف یزدان این چنین است، به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدر امیر شنیدم از لب ساغر، شنیدم از لب ساغر، شنیدم از سر منبر که گفتن بهر سرمستی توکلت علی. حالا دست قشنگ بیار، بگو الله اکبر، جونم قربون حیدر، بگو الله اکبر. ولایت آخرش دیگه هم گوش کنید، ولایت بی عبادت حق بازیست، اساس مسجدش بتخانه سازیست. چرا سنی نمیخواهد بداند وضوی بی ولایت آب بازیست؟ اگر گردد جدا این سر از این جسم و از این پیکر، بگویم مرد و مردانه توکل. بگو الله اکبر، جونم قربون حیدر. در دنیا زدم دنیا علی بود، به عقبا سر زدم عقبا علی بود، به مسجد رفتم از بهر عبادت، بنا و بانی و بنا. بنازم آخرین بیتر، بنازم باغبان و باغ گل را، بنازم مصطفی ختم رسول را، بنازم بوتراب و بوالحسن را، علی مرتضای بت شکن را، علی 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 چون مجتبی فرزند دارد، چو زینب دختری دلبند، علی یک باغ گل از یاس دارد، علی بعد از حسین عباس